یکی برام نوشته بود که من 5 ساله با یه نفری توی رابطه هستم، خیلی زحمت کشیدم برای این رابطه و تازه به جایی رسیده، ولی رفتاری که لایقش هستم با من نمیشه و من خوشحال نیستم، ولی همش نگرانم که نکنه جای منو یکی دیگه بگیره اگه برم. تو که تو این جا خوشحال نیستی، تو که اینجا باید رفتار خوبی نمیشه، تو که اینجا داری به ارزش خودت توهین میکنی با موندنت، چون میترسی، چون مطمئن نیستی که اون بیرون برای تو فرصتای بهتر هست، چون تو وجود ترس هست. بلک کت میذاره میره، میگه گوره بابای خودشو جایی که من توش خوشحال نباشم، میگه دیگه بیاد ورداره ببرتش. میخوام چیکارش کنم؟ مال خودت. من یه دونم از نوع خودم، من بی قیمتم، من ارزش دارم. نمیذارم کسی با من بد رفتاری بکنه، نمیذارم که بخوان تو ذهنم بکنن که اون بیرون خبری نیست، هیچ اتفاقی برات نمیفته، بهتر از من گیرت نمیاد. نه، این حرف روی بلک کت تاثیر نداره. بابا انرژی الهی توی بلک کت جریان داره. این یعنی چی؟ این یعنی نهایت قدرت، این یعنی نهایت ارزش، این یعنی نهایت احترامی که من باید برای خودم، بدنم، ذهنم و روحم قائل باشم. پس بهترین رو برای خودم باید بخوام.